السلام علیکم بابای حاجی. از نام یک خواهر اسلامی شما از نایه حصار در خانه ما ثبتای شما را گوش میکنند و یک سوال دارم. خوبتر میشد که این سوال را همین جمعه جواب میداده. این سوال من فکر میکنم که با همه زنها و مردها لازم میباشد. سوال چنین است: در یک موعظتان گفتید که اگر مرد میل زن داشته باشد زن رد کند، آن زن در لعنت ملائکه هاست. اگر زن خواهد و مرد رد کند اینجا چی می شود؟ بسیار سوال عجیبه. وقتی من خواندم حیرت نماندم خودم. خدا نگه دارد. در حدیث های پیامبر آمده است که پیامبر من گفتند که اگر مرد خواهش همخوابه شدن با زن داشته باشه، خواهشی همخوابه شدن با زن داشته باشه و از زن خواهش کند که من میل همخوابگی دارم، خواهش برآوردن کام دل دارم، چی میگویی؟ اگر زن گفتیم رد کند، پیامبر گرامی گفتند که ملائکه ها تا بروز در حق این زن لعنت میگویند که تو خواهش مرد رد کردی، تو آن چیزی که مرد از تو با یک تولای بود، زاره بود، خواهش بود، پیشنهاد بود رد کردی. به خاطر این تو تا روز تا صبح در لعنت ملائکه های خدا هستی. حتی پیامبر گفتند که اینش اگرچه مبالغه است ولی حدیث بیان میکند که حتی اگر زن در نزد تنور باشد، چکدان میگیم ما و شما یا تنور میگیم، یا بالای شتر باشد، اگر مرد همونجا هم اگر اشاره به هم خوابگی کند، زن باید از شتر پایان شود، یا نزد اگر تنور باشد سرفش را جمع کند، خواهش مرد برآورد. سخن پیامبر است. من قبلا گفتم در وقت من درباره احترام مرد این صحبت داشتم و این حدیث در همون احترام مرد آورده بودم. چند برادرها گفتند همین ها را گفتند در کسیت ها ضبط می شود. چی در کار؟ چرا در کار نیست؟ شریعت چیزی ندارد که وای ما به گوش مردم نرسانیم. این سخن پیامبر است. اگر سخن پیامبر نمیشد من به شما نمیگفتم. هر سخن پیامبر حکمت دارد برادر عزیز. حالا ببین این خواهر میگوید که این سوالی که این داد، میگوید برای بسیاری از مردها و زنها هم این سوال من لازمه. درست میگوید. من چندین مکتوب ها قسم به عزت پروردگار که چندین مکتوب ها را که من بسیاری از اونها را شرح میکنم در بین شما خانم، آمده است که حتی که همخوابگی ما بین زن حلالیمان مبلغی معین دارد، تا همون را اگر ما پرداخت نکنم همخوابه نمیشه. ما این حکمت داره این سخنهای پیامبر. حتی شرطنامه ها میمانند که من خانه پدرم میرم 2 روز یا 3 روز میستم، بعد میام مرحمت کام دل تا میبرارم. همین شرط راضی، هر راضی اشاره رفتن. بچه از خدا میترسه. اگر رنگ اون شخصانی که از خدا نترسه باید کجا میره؟ بعدا مثل او زنی که نو از همین حصار نزد من آمد، حتی لبهاش دریدگی است، یگان سفیدی در بدنش نمانده است، آنچنان او را لطکوب کرده است. اگر در این خیل شوهر زند بعدا دیگه حتی به زبانش نه به چشمش اشاره کنه تیاره. این به خاطر آن است که مردک خوبه. مردک از روی اسلام، از روی گفته‌های خدا عمل که میکند، زن از همین سادگی و از همین خوبی مرد استفاده میبرد. من گفتن لازم نیست، در کار نیست. چرا در کار نیست؟ اسلام چیزی ندارد که در کار نباشد. برای همین حتی مبلغ‌های معین، حتی بازار رفتن شرط. میلش هم خوابه میشه لیکن سحر بازار میره.
اون جوان چی گفت؟ اون جوان نزد ما آمد بود به مکتوب، گفت داملا من جوانو، گفت من نو عروس آوردم، من خواهشم هست قسم به نام خدا خود من دیگه داشته نمیتونم، مجبور میشم زنا کنم. من زنا نکو دادم، ولی راهاشو برای او فهموندیم. برای این خواهر ما گفته است اگر زن وقتی رد میکنه خواهش مرد، خب جوابش تیار تا سحر در لعنت ملائکه ها قرار دارد. ولی وقتی اگر زن از مرد خواهد میگد ولی مرد رد کند چی؟ اینجا در خواهر عزیز مرد در لعنت ملائکه ها قرار نمیگیرد. شما یکی همچنان در گمان تا نگذارد که پایمال کردن حق زن باشد، نه. این حدیث به خاطر بزرگی و فضل و بلند بودن مقام شوهر است. این حدیث این دلالت میکند. برای همین شوهرها اگر ردم که کنن شما روی ترش نکنید، حتی روی ترش هم نکنید. اگر تکلیف شما را ردم که کنن شما همچنان تصور کنید که با شما هم خوابه شده و در حقشان دعای خیر کنید که خداوند خوشی تو را و قابلیتی تو را و قوتی تو را زیاد کنه. شما هم تا در حقش دعای خیر کنید. السلام علیکم حاجی داملا. من یک زنی هستم که با ستر و با حیا 5 وقت نماز خوان و با همه این حالت ها رسیدنم از برکات شما داملای عزیز است. همیشه در حق شما دعا گویم و اخلاص بلند دارم. سوالی دارم داملا، زندگی مشکل داریم، کم بغلانه، شوهرم کار میکند لکن نارسایی زیاد، نرخ و نوا به شما معلوم. این همه را برای دریافت رزق و روزی شوهرم را برای دریافت رزق و روزی سختگیری میکنم. آیا گناهکار میشوم؟ این خواهر سوال دادن که مقصد زندگی کم بغلانه دارم، خیلی مشکلات، نارسایی، نرخ و نواهای بلند، شوهر من سختگیری میکنم، کار میکند لیکن برای مثال زیادتر رسانیدن یا خوبتر رسانیدن او را سختگیری میکنم. آیا گناهکار میشوم یا نمیشوم؟ خدا خیر دهد مادر عزیز، خواهر عزیز. این خیلی زنهای مسلمان هم خیلی نادرن، کم هستند که برای پیشگاه خدا در این جمله ها گناهکار میشوم یا نمیشوم. اگر الحال من برای او گویم که گناهکار میشوی، این خواهر ما ترک میکند این عمله. ببین مقصدش همین است، باوریم هم همین است. در یک قشلاق قبله‌ای میگویند خیلی دور است، طرفای دوشنبه. وقتی که معرکه را انجام دادم تمام کردم، آدمای زیاد بود، خیلی آدم خیلی زیاد بود، زنها هم خیلی زیاد بودند. قریب 10 سوال از زنهای همونجا برای من آمد که داملای عزیز فقط در حق شوهر من دعا کو که خدا عمرشون دراز کند. خیلی خرسند شدم که زنهای با حیا و زنهای خدا ترس که در حق شوهر دعا میکنند، از ما در حق شوهرهاشون دعا فرصت استفاده میبرند. این خواهرم از جمله اونهای هست که اگر گویم گناهکار هستی ترک میسازد، دیگر شوهرش سختگیری نمیکنه. لیکن خواهر عزیز بگذار شوهرها کار کنند. کار کردن اینم فرمایش خدا و پیغمبر است.
خدا در قرآن همین روز جمعه که شما حضور دارین سوره دارین به نام جمعه فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله صدق الله العظیم. خدا میگوید نماز که تمام کردید بالای زمین در پریشان شوید از جانب پروردگارتان رزق حلال طلب کنید. این آیت قرآن دلالت بر این دارد که شما از پی کار و بارتان شوید، کار کنید. زیرا که حضرت سعدی هم خدا رحمتش کند میگوید در قبضه سعی هست کلید در روزی، شیر از کشیش طفل به پیستان بدر آید. البته سعی کوشش این کلید رزق روزی هست. آیا نمیبینی که میگوید طفل که قوه کاری نیست تا اگر پیستان اگر همو دم نکشد شیر نمی آید و هم کار میکند. به این خاطر کار کنیم، بیکار نگردیم. از بیکار همه بیزار، از بیکار خدا هم بیزار. بیکاری شما را برای نادرست میبرد. کار کنید، مهنت کنید، هیچ وقت از کار قفا نیستید، تنبلی نکنید. تیاره خوردن برای خود هیچ وقت اختیار نکنید. کاری کنید که در یک کسب مشغول باشید. طلب کسب هم این فرض است. انشاءالله خدا شما را که کار کردین، اگر مبلغ 10 سوم کار کردین، کار که میکنید خدا در همو برکت میدهد. کار کنید. لیکن خواهر عزیز آن که این مرد درآمد کم دارد، ریسک روزی فراوان آوردن نمیتواند، به این خاطر اگر شما وی سختگیری کنین، شما در پیشگاه خدا البته نادرست رفتار میکنین، در پیشگاه خدا گناهگار هستید. زیرا ریسک ازلی هست. چیزی که خدا خواسته باشد همون برای بندش نصیب میگرداند. او شجاع کرمانی را خدا رحمت کند، یادم آمد کیسش. یک دختر داشت میگوید به بلاغت رسید، میگوید محله به محله میگشت، مسجد به مسجد میگشت که تا که یک شوهر یابد برای دخترش. ولی امروز ما اگر شوهر کابیم، مردم ما آنقدر بدگمان شدن که میگوید دخترش یگان عیب دارد. بدگمانی است. حالان که خداوند در قرآن ما را از گمانی بد اجتناب ورزه، دور ایستید تاکید میکند. امروز باید این وظیفه هست که میبینیم یک آدم خوب یافتیم، دخترها منو پیشنهادش میکنیم، قبول داری یا نداری؟ حضرت عمر رضی الله عنه حفصه دخترش اول در ابوبکر پیشنهاد کرده بود. ببین اول در ابوبکر خیرات کرد، گفت دختری من حفصه را در نکاحت نمیدراری. ابوبکر گفت یک فکر کنم. خیلی عمر میگوید غضب آلود شد که من دختر ما در ابوبکر پیشنهاد میکنم، او برای خود مهلت میگیرد. او نمیدانست که در اینجا چی سیر است. حضرت عمر از سیر درک نداشت. اینجا عجیب سیر خوبه بود. پیشنهاد کرد به عثمان. عثمان گفت حفصه دختری مرا نمیگیری؟ گفت نه نمیگیرم. گفت حضرت عمر باز غضبش بلند شد. لیکن روز از روزها حبیب خدا دروازه عمر تک تک کردند. وارد خانه شدند، گفتند ما خواستگار برای دختری تو آمدیم، ما دختری تو را میخواهیم در نکاح همان دراریم. این سخن پیغمبر در پیش ابوبکر و عثمان که گفته بود، این سخن ابوبکر و عثمان پنهان نگه داشته بودند. بعدا ابوبکر و عثمان آمدند گفتند، بعد آنی که حفصه را دختری حضرت عمر رسول اکرم که گرفت، گفت عمر من میدانستم که آن زمان تو بسیار بالای ما غضب گرفته بودی، لیکن این سخن پیغمبر خدا بود که من حفصه را در نکاح خودم میدرارم. ببین مقصد حضرت عمر دخترش پیشنهاد بنده های خدا میکرد. اگر امروز شما هم دخترای خودتان دیده و دانسته، این حدیث پیغمبر است، در یگان آدم اوباش اگر در نکاح درارید، شما در حق فرزندتان ظلم کردید. ظلم کردید، مهنت کردید. برادر عزیز 17-18 سال از دست درنده های
به معنی او را تو محافظت کردی. باید این تو باز در شخص تسلیم کنی که وای آینده با این دختری تو صحبت خوب داشته باشد، از دامان و فرزند خوب به دنیا آید و خویش و تباری شما مستحکم باشد. به این خاطر این شجاع کرمانی خدا رحمتش کند آمد میگوید سیوم روز در یک مسجد در آمد که یک جوان نماز خوانده ایستاده است. بسیار خوشش آمد. جوان که تمام کرد گفت، جوانی عزیز گفت برای تو زن در کار نیست؟ گفت پدری عزیز گفت در کار است لکن مبلغ ندارم. گفت چه مقدار مبلغ داری؟ گفت همگی 3 درهم در حیاتم دارم. خیلی کم بغل بودن. ولی امروز ما و شما زندگی 1 ساله را داریم و میترسیم. خانه را ذخیره کردیم، نان قاب جمع میکنیم، گندم جمع میکنیم، آرد جمع میکنیم، باز چشم طرف بازار از اونا که ذخیره اند. این معنای را دارد که تو اعتمادی به خدا نداری، تو رزق از خدا نمیبینی. گفت 3 درهم دارم. گفت بس است 3 درهم؟ رو گفت به یک تاش یک تکنان خورد، 1 درهمش در بدل گفت مهر این زن ده و 1 درهمش عطر بخر، گفت خوشبویی بخر. این مر انجام داد، گرفت آورد نزد دختر، نکاح کرده دادن. دختر رو ببینین، تقواش رو ببینین، اعتمادی تکیه بر خدای او رو ببینین. برادرای عزیز شما مردین، اگر همون مردهایی که همین عقیده زن نداشته باشند، اگر 1000 تا تو جمع شوی خاکی پای همین زنک نمیشوی. 1000 تا. این زن وقتی که خانه شوهر آمد میگه در اتاق خانه یک تکنان دید. گفت ای جوانی عزیز این نام بهر چیست؟ گفت این من برای پگاه خریدم. گفت این زن آنقدر ناراحت شد، میگوید که دختری شجاع کرمانی بود. گفت یک جای با تو میخواهم خانه پدرم رو بین. میلش گفت. آمدن خانه پدر. گفت پدر جان، گفت من 20 سال در خانه تو آب نان خوردم، عبادت خدا میکردم، من بار در خانه تو ندیدم که خوراک پگاه را امروز تو جمع کرده باشی. چرا این شوهری که برای من دادی اعتمادی به خدا ندارد، رزق فردا را امروز پیدا میکند؟ برای چی گفت؟ این سوال ببینید. چقدر عقیده های تازه داشتن، چقدر خدا ترس بودن. از این خاطر خواهر عزیز من باوری دارم که این شوهری که کار میکند یک تکنه نان نه بلکه چند تکنان در خانه شما هست. مبلغی هست که انشاءالله تو 1 روز نه 10 روز زندگی کرده میتونی. برای همین طاقت کنید، صبر کنید، قناعت کنید، خدا برای شما انشاءالله هر چی خواهد نصیب میگرداند. در رزق دادگی خدا هیچ وقت ناراضگی نکن. چیز خدا داده است راضی باش، خوشنود باش، الله انشاءالله باز رزق تو را زیاد میگرداند.